me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. جمعتون جمعه میرم جزیره عشق تنهایی بسته شده قلبم فرش هوا گرمه مثل قلبه مثل عاشقی جزیره میرم دل و قلبم و اینجا به تو میدم عاشقتم تا ابد بدون اینو به همه میگم دل من شده برا تو میبوسم گوشه لبا تو. نظرتون چیه در مورد ازدواج؟ یعنی چه دیدگاهتون چیه؟ رویا و دیدگاهی از این موضوع دارید که به اصلا فکر می‌کنم همه دوستان ازدواج کنن اگه اشتباه نکنم. نه علی داره میگه میخواد حرف بزنه. بفرمایید علی جان. به نظر من ازدواج یه تعهد خیلی خفنیه، اما به شرطی که شرطش عقل باشه. شرطی باشه که بتونی اولش پارتنرتو بشناسی، خوب کاراکترشو بشناسی، بالا پایینشو ببینی و بفهمیش. خیلی از ازدواجا رو هم دیدیم بعد از 20 سال 30 سال جدا شدن، اما خیلی ازدواجا رو هم دیدیم بعد از 50 سال هنوز مثل دو تا بچه دارن با هم زندگی میکنن و خیلی اوکی ان با هم. چرا؟ چون اونی که زود جدا شده به نظرم توی اون رابطه احترامی وجود نداشته، یعنی صداقتی وجود نداشته. رابطه هایی هم که 50 سال تا حد مرگم هستش، رابطه هایی هم که احترامش تا لحظه آخر بوده، به پارتنرشون به همسرشون احترام گذاشتن و تا آخرین لحظه هم مثل روز اول. شما عشقی که انتخاب میکنی و روز اول تا روز آخر زندگی تا لحظه مرگ به هر حال دوستش داشته باشی، بهش احترام بذاری، یه حریم خوبی بذاری براش، مسلما اون ازدواج موفقی میشه و اوکی. فکر می‌کنم ازدواج چیز خفنیه، ولی به شرطی که شرطش عقل باشه. درست؟ بفرمایید پرستو. براو. به نظرم خب علی تعهد خیلی خوب بهش اشاره کرد که یه تعهدیه که به هر حال تا روزی که با هم دیگه قراره با هم یه سقف زندگی کنن و با هم احترام بذارن خیلی خوب بود. فقط یه سریا بعد از ازدواج شما گفتی که احساس مالکیت دست میده به طرف، که به نظر من این خیلی اشتباهه. چون خب به هر حال مثل در واقع دوست پسر و دوست دختر که مثلا با هم دیگه پارتنر هم دیگن، به نظرم بعد ازدواج هم باید همینجور ادامه پیدا کنه و اینکه صرفا ازدواج فقط یه سنده که اون ازدواج رو رسمی کرده، وگرنه واسه خود کاپل به نظرم باید همونطوری مثل دو تا رفیق حتی با هم دیگه ادامه بدن و حتی اون صمیمیتشون رفاقتشون بیشتر بشه بعد ازدواج، چون با هم دیگه راحت‌ترن، با هم